دهقانانی که زمان کوکنار کش می‌کردند اکنون راه حلال و پایدار برای درآمد و زندگی می‌جویند. در میان آنها غمه دهقانی افغان است که با 2 گاوش و با اصول قدیمی زمین‌هایش را شدگار می‌کند. تا 2 سال پیش در زمین‌هایش کوکنار کش می‌کرد، اما حالا می‌گوید تصمیم گرفته است گندم، جو، کارتوشکا و دیگر نوع زراعت را کشت کند. ازی کشت کوکنار چیزی ساخته نمیشه، مردم معتاد میکنه و حرام است. ازی کشت حرام ما فایده نمیبینیم که وضو خیر ببینیم. یعنی تخم‌های اصلاح شده برای ما اگر کمک بکنه بسیار خوش میشیم. شماری از این دهقانان میگویند که دیگر نمیخواهند یک حلقه در زنجیره ویرانگر تولید مواد مخدر باشند، اما برای آنکه بتوانند با کشت زراعت‌های دیگر زندگیشان را پیش برند به کمک نیاز دارند. امسال هم کشت کار ما خوب بوده، انشالله خوب بارانا بوده، آب زیاد بوده، پریمان بوده و متاسفانه که یک کمی ما دسترسی زیاد به کوت و به تخم اصلاح شده گندم نداریم. همین تقاضا از مقام زراعت میخواهیم که به ما همراهی کنه، کمک کنه و کمی ما را تشویق کنه و همه مردم نموتو تشویق میشن، گندم کشت میکنن، کچالو، سبوس، شفتل، این نموتو چیزا را کشت میکنن و ما در اینجا کشت کوکنار را نمیرانیم. امسال ما حاصلات خوبی برداشتیم از گندم و عالی میخواهیم زمین آماده کنیم برای سال آینده به خاطر کشت گندم و کچالو. ما خواستیم ما از اداره زراعت و ولایت غوری است که برای ما کودهای اصلاح شده و گندم‌های اصلاح شده که به خاطر کشت بیشتری ما برداریم و ما تریاک به این خاطر کش نمی کنیم که جوانای ما معتاد نشوه و جامعه مضر است. به این خاطر ما تریاک کش نمی کنیم، گندم و کچول اینا کشت می کنیم. گروه بین المللی ارزیابی بحران‌ها در گزارش تازه درباره کشت کوکنار در افغانستان گفته است که در 2.5 سال حکومت طالبان کشت این زراعت ویرانگر بسیار کاهش یافته است، ولی مردم زیاد با دست کشیدن از این کار فقیر و فقیرتر شدند. برای همین به گفته گروه مذکور در صورت نااندیشیدن چاره و کمک نکردن به دهقانان ممکن است آنها از فرمان منع کشت کوکنار سرپیچی کرده به این کار برگردند. عین زمان به گفته گروه بین المللی ارزیابی بحران‌ها با وجود منع کشت کوکنار هنوز هم سیل مواد مخدر از این کشور به بازارهای جهانی جاری می شود. در گزارش آمده است که فرمان طالبان برای منع کشت کوکنار آینده زندگی دهقانان و روستاها را که جای کار و انتخاب شغل زیاد ندارند ویران کرده و خصوص به زندگی زنان تاثیر منفی گذاشته است. در گزارش پیشنهاد شده است که طالبان باید به دهقانان قشاق نرمش نشان بدهند و به آفریدن جایهای کاری در ساحه‌های دیگر تمرکز کنند. شکایت از زندگی سخت در بین این دهقانان هم شنیده می شود. دهقانانی که امیدوارند با دریافت کمک بتوانند حاصل زراعت‌هایشان را زیاد کنند و از این راه برای زندگی خانواده‌هایشان اندک درآمد به دست بیارند.